درود بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 8 ینور است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصت فرا رسید که سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز را براتون اعلان کنیم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا یک در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که صبح 8 ینور هواپیمای اوکراینی با کمیش 170 مسافر در کنار فرودگاهی به نام امام خمینی تهران سقوط کرد. تخمین می شود که سبب این حادثه مشکلی فنی هواپیمای بوینگ 737-800 شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین بوده است. رئیس سازمان هلال احمر ایران گفته است بر اساس معلومات به دست آمده احتمالی برای زنده بودن مسافران هواپیما وجود ندارد. هواپیما می بایست از تهران مستقیما به فرودگاهی بوریسپول کیف پرواز می کرد. این خبر بیننده ارجمند در حال تکمیل شدن است و هر لحظه جزئیات تازه این فاجعه معلوم می شود. ما همه تحولات مربوط به این حادثه را پیگیری داریم و در برنامه اخبار برایتان مفصل اطلاع خواهیم داد. بامداد چهارشنبه 8 ینور همچنان بیش از 10 موشک بالستیکی پایگاه‌های مختلف را در قلمرو عراق هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت مدافعه ایالات متحده آمریکا جاناتان هافمن گفت موشک‌ها از ایران پرتاب شدند. او افزود موشک‌ها به پایگاه‌های عین الاسد و اربیل اصابت کردند و حالا زیانی رسیده تشخیص می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توسط تلویزیون دولتی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. پیش بینی می شود که در دوام روز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پیام به مردم مراجعت خواهد کرد. در مورد خسارات رسیده از موشک‌های ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق در برنامه اخبار برایتان به تفصیل خواهیم گفت. الیس ویلز معاون اولی یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که با یک سفری دو روزه در تاجیکستان قرار داشت در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی درباره اهمیت آزادی سخن در تاجیکستان گفت. خانم ویلز تاکید کرد که حکومت ایالات متحده آمریکا رد کردن اکریدیتاسیا به 11 کارمند رادیو آزادی را همچون فشار به آزادی وسایط اخبار عامه حساب می کند و از حکومت تاجیکستان خواهش می نماید که فوراً اکریدیتاسیای همه کارمندان رادیو آزادی را تمدید نماید. بیننده ارجمند شکل کامل این مصاحبه را در برنامه اخبار آزادی تماشا کنید. ده‌ها سر چاروای ساکنان در دهه کاکل ناحیه فرخار به نشان گم شده است. به قول ساکنان دهه ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر دوام دارد. این منطقه با ولایت تخار افغانستان هم مرز است و ساکنان تخمین میزنند که شاید چاروایشان را به آن سوی مرز یعنی افغانستان بردند. اشاره ساکنان به باشندگان دهات آن سوی مرز است، اما مقامات این فرضیه را رد میکنند. تفصیلات این حادثه را در برنامه اخبار برایتان نمایش خواهیم داد. فرمانده ایرانی جنرال قاسم سلیمانی که روز 3 ینور بر اثر حمله هوایی در کنار فرودگاه شهر بغداد عراق به قتل رسیده بود، خوف و خطر نزاع میان آمریکا و ایران را به عمل آورد. جسد او صبح 8 ینور در زادگاه شهر کرمان به خاک سپرده شد. فرمانده نیروهای قدس جنرال سلیمانی که عملیات‌های پنهانی نظامی ایران را در خارج این کشور رهبری میکرد، جمعه گذشته همراه با فرمانده گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهب عراق جمال جعفر ابراهیمی که با لقب ابو مهدی المهندس معروف بود کشته شد. روز سه شنبه در شهر کرمان هنگام برگزاری مراسم ویدا با سلیمانی 10 نفر زیر پا ماندند. در نتیجه کمش 56 نفر هلاک شده، بیش از 210 کس دیگر جراحت برداشتند. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراهی کنید.